سلام بچه‌ها. به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. این اولین ویدیوی ما تو این کاناله. امروز قراره که جواب سوالای شما که داخل اینستاگرام از همون پرسیده بودیم جواب بدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم داخل کامنت ها بهمون بگید که پارت 2 هم بسازیم. برو بریم. خب بچه‌ها، سوال اول. کی واسهتون اسم گذاشته؟ کی واسهتون اسم گذاشته؟ مال شما رو کی گذاشت؟ مال من خودم گذاشتم. بعد و دلیلش اینه که کلاه من قراره کاستوم بشه و هنوز نگو خواست قراره کاستوم بشه به اسمم رفت داره. اسم من می‌خواستم بذارم دایناسور، بعد از این ترسیدم که شاید یک زمانی در آینده، نه که بلاگرای زیادی داریم، ترسیدم که یک زمانی یکی دیگه بیاد بذاره دایناسور. گفتم خب برای اینکه یک کوچولو فرق کنه گذاشتم دایناسور، اونم به خاطر اینکه من دایناسورها رو دوست دارم، واقعا دوستشون دارم و خودم انتخابش کردم، کسی کمکم نکرده. خب بچه‌ها، سوال دوم. یکی از آرزوهایی که دوست دارین با هم بهش برسین چیه؟ این که یه آرزوی به خصوص باشه نیستش، بیشتر دوست دارم که هم پیشرفت کنیم. آره، یعنی که بگیم فلان چیز فلان موقع به فلان جا برسه نیست واقعا. آره، بیشتر همون موفقیت همدیگه است و موفقیت با همه. خب بچه‌ها، سوال سوم. نوشته که چند وقت تو رابطه هستی؟ بگو. من نمیگم. ما تقریبا الان نزدیک 2 ماهی که با همیم، ولی حالا اونو چون فکر کنم که قطعا پرسیدین، اگه نپرسیدین هم ما توضیح میدیم اینو، ولی در یک کوچولو جلوتر ویدیو. ما تقریبا 2 ماه با همیم، ولی 3 ماه قبلش همدیگه رو میشناختیم. یعنی 3 ماه بدون اینکه هم با هم دیگه صحبت کنیم همدیگه رو میشناختیم. و اینکه توی این 2 ماهی هم که با همدیگه ایم انقدر با همدیگه کارهای مختلف کردیم که واقعا عمق رابطمون به رابطه‌های 2 ماهه نیستش. آره. یعنی قشنگ کسایی که میبینن ما رو همیشه میگن که شما بهتون میخوره مثلا چند سال با هم تو رابطه باشید. آره. خب سوال بعدی. اولین باری که همدیگه رو دیدید چی تو ذهنتون گفت؟ تو باید بگی. گفته چی تو ذهنتون اومده، چی تو ذهنت اومده منو دیدی اولین بار؟ بچه یه چیزی رو بگم، دایناسور اصلا یادش نبود اولین بار منو کجا دیده. دروغ. خودت به من گفت. نه خیر. چرا؟ نمیپذیرم. چرا؟ باید بپذیری. خب بفرمایید. اولین باری که دیدم چی گفتم؟ بدبخت شدم، من دوباره عاشق شدم. اصلا قشنگ همین. آره. عشق در نگاه اول. ولی شما چشم دارم توضیح میدم. آره زدی شما. ولی من دفعه اولی که دایناسور رو دیدم یه کاپشن موتور سواری داشت، بعد گفتم واه چقدر این خوش‌تیپه. گولش زدم بچه‌ها. آره گولم زد. از اون موقع بعد دیگه شاید بیمارانه موتور لباس سوار میشه. خوب میدونن که اون کاپشنا همش گول زننده است. برای چی اصلا سرمون برای چی تنمون می‌کنی؟ شما سرتون می‌کنید کاپشن. آره. خب سوال بعدی. اول اینکه اینو خوندیم. چند سالتونه؟ گفته که چند سالتونه. اونو ولش کن. چند سالتونه؟ 21 و من 6 ماه دایناسور بزرگترم. 21 که نیست، ولی خب باشه. من 20 سالمه، ایشون تقریبا یه 6 ماهی هم من بزرگتره. 21 میشه عزیزم. بله 21. شما نه آخه حساب کتاب کن. نمیخوام. 20 باشی تو 21 سالته، اصلا 25. باشه تو ویدیو ترجیح میدم باش قهر کنم. بیا الان قهر نکن. بذار بعدی که کات خورد. سوال بعدی بچه. خودتون رو 2 سال دیگه کجا میبینید؟ من خیلی خودمو بالا میبینم. اصلا خودشیفته نیستم، ولی خب جدی نسبت به استمراری که الان دارم، یعنی باید یه جای خیلی بالا. این نسبت به تلاشایی که داریم دوتامون کنار هم میکنیم به نظرم که میتونه خیلی جای بهتری باشه، ولی اینکه دقیقاً بگیم کجا واسش هدفی نذاشتیم. آره، چون واقعا داریم صد خودمون رو میذاریم تو راه. آدمی هم نیستم که بخوام به این راحتی ناامید شم. یعنی قطعا خودمو تو 2 سال آینده جای خیلی بالاتری ببینم. مثلا یوتیوب 100K. البته 100 هم 100 خیلی کمه بعد 2 سال. الان دیگه 100 خیلی کمه.
خیلی ذهن فقیرانه داری. یکم 1 میلیون. خب 1 میلیون خیلی بالاه. آدم 500 آره. البته بستگی به شما داره که الان فالو کرده باشید، یعنی چی؟ ساب کرده باشید یا نه. ساب کنید. برو ساب کن دیگه، باز داره نگاه میکنه. بعد سال بعدی نوشته که چند مدت با هم قرار میذاریم که جواب دادیم. تقریبا 2 ماهه. اگر یکی دایناسور رو قبل از تو دوست داشت و تو میفهمیدی که واکنشی نشون میدادی. چی؟ چه واکنشی نشون میدادی؟ تو میفهمیدی؟ اگه یکی دایناسور رو قبل از تو دوست داشت و تو میفهمیدی چه واکنشی نشون میداد؟ مشکل گوشا میتونست ابوالفضل باشه. الان که منو دوست داری. نه من اصلا اینجوری نبودم، یعنی همچین آدمی نیستم که اینقدر سریع عاشق شم. نه نفهمیدی سوالشو. چرا دیگه نوشته اگه یکی قبل از تو مثلا اگه منو دوست داشت و تو میفهمیدی چه واکنشی نشون میدادی؟ مثلا میکشیدی کنار یا نه چیکار میکردی؟ بستگی داره که با طرف تو رابطه رفته یا نه. اگه میرفت تو رابطه من دیگه کاری نداشتم. اگر هنوز داشت باش آشنا میشد من میرفتم اون وسط خودمو مینداختم وسط. آره چیزی که برای منه باید برای من باشه، مگه اینکه قبلش مال نفر دیگه. ولی من مشکل گوشه ابوالفضل، ولی اگه تو رابطه بود که اصلا این نمیشه ازم. تو رابطه اگه طرف باشه که اصلا آره نباید بری سمتش. قصدتون ازدواجه؟ بریم سوال بعدی. بخیرم بفرمایید. من اصلا کلا به ازدواج و اون کاغذه اعتقادی ندارم. به اون کاغذ و امضا از اون دارم حرف میزنم. به اون کاغذه هیچ اعتقادی ندارم و به نظرم وقتی 2 نفر برای همدیگه باشن نیازی به اون نیست. ولی خب دیگه باید ببینیم. بچه دایناسور گردنگیرش خراب. نه خیر. ترجمه حرفاش گردنگیرم خراب. آره شاید. خب اساسا اینو کات کن نمیخوام. خب بچه سال بعد چه حسی دارین من تو زندگیتونم اینقدر بهتون خوش میگذره؟ ما اینجا اینو حضوری بهتون اعلام میکنم. آره این شخصی که گفته اسمش معینه. بعد با هم دیگه صحبت احتمال داره امشب ببینم. به نظرم نه یا خب سال بعدی پرسیده که چرا تصمیم گرفتی بلاگری رو شروع کنی؟ من یکی از هدفهای خیلی مهمی که پیج زدم خودم رو دارم میگم، چون اینو تو پیج من پرسیده و خیلی شخصی پرسیده. من یکی از هدفهایی که پیج موتور سواری زدم، حالا مثلا خیلی هم میگن آره محتواتون فلانه، محتواتون هیچ ربطی به موتور سواری نداره. اولا که به شما هیچ ربطی نداره چون هنوز منو فالو نداری. بعد میگن خوردادی یا مودی. آره من یکی از هدفم این بود که ترویج کلاه کاسکت کنم. اصلا یکی از دلایلی که کلاه کاسکت دایناسوری سرم کردم، بافت دایناسوری داشتم، اینکه بامزه به نظر برسه و اینکه ترویج کلاه کاسکت کنم. و خیلی هم اذیت شدم اوایل کارم، مثلا به خاطر اینکه تو مشهد دارم کار میکنم خیلی اذیت شدم ولی ادامه دادم. ازت یه ادیت ناب بزنم. سال بعد قدتون سنمونو که گفتیم قد من نمیدونم به خدا فکر کنم 173 هستم نمیدونم. منم 100 چندم 150 نه 155. آره بین 155 تا 157. بعد چند وقت با همین داستان آشنایی باشه نوشته چی؟ داستان آشنایی باشه. اینو یه بار تو استوریا توضیح دادیم ولی الان دوباره توضیح میدیم. اینو گفتم در اواسط ویدیو. اینجوری بود که من جای یه کافه زیاد میرفتم، قطعا خیلیتون میشناسه کافه بانی رو. بعد این خانم یک بار اولین بار من دیدمش با یک از دوستان خود من اومد کافه. بعد با ایشون نسبت خاصی نداشت، به عنوان رفیق اومدن کافه. من اینجا که ایشون دیدم یه خورده یه جوی شدم. اصلا دعا گرفته بودم دعا. بعد گذشت دیگه من این خانم رو ندیدم تا 3 ماه، نه تا یه ماهی شد ندیدم، یه ماه ندیدمش. بعد 3 ماه متداول پشت سر هم پشت سر هم هر شب میدیدمش. مثلا یه مسیری رد محل کارم و خونم بود و من خطیز از اینجا رد هر شب میدیدمش که رد میشد
بعد دیگه انقدر من دیگه خانمو دیدم، البته که وسطش یه بارم آره دیگه گفتم برو بگو دیگه چه کاریه اینقدر خودتو اذیت میکنی. بعد دیگه رفتم دلو زدم به دریا و گفتم که برای رفیقم شماره شما رو میخوام. بعد من اصلا هیچ آدمی نیستم همیشه کاری بکنم، برای همین خیلی خجالت میکشیدم. بعد اصلا بهش گفتم، بعد خودش اصلا علامت سوال بود اونجا چهرهش که چرا باید در دوست تو شماره منو بکنم. بعد در حالی که من هر وقت این آقا رو میدیدم خیلی صمیمانه با من سلام علیکم کرد، اصلا امکان نداشتش، اصلا رفیقش من از کجا دیده بود، اصلا خیلی عجیبه. من همونجا فهمیدم که این ساعت بعدش هم از این پیام داد بهش گفتم من فهمیدم که واسه خودت شماره منو میخواد، ولی اینکه با دروغ اومدی جلو رو خوشم نیامد. جو بعد برم بعد چی رو کجا گذاشت؟ گوشیم بود. بعد اینجوری شد که دیگه با هم قرار گذاشتیم. قرار اول کجا بود؟ چیه دوستای شما که شرف ما رو بردن؟ قرار اول میگه اشتباهی کردم اومدم جایی که دوستان بودن، آبرو برام نذاشتم. یعنی یه چوسه آبرو هیچ چی نموند. نوشته که دایی ناصر تو چند سالگی خوشت اومد از موتور؟ فکر میکنم اولین بار که مثلا موتور سوار شدم مثلا مال 12-13 سالگیمه که موتور رفیقام بود. ولی یه موضوع دیگه باعث شد من از موتور خوشم بیاد. من بچه بودم یه پسردایی داشتم خیلی کارش درست بود هنوزم توی عرصه موتور سواری هست. همین موضوع باعث شد که من کلا از موتور و موتور سواری و اینجور چیزا خوشم بیاد. یعنی بیشتر اون باعث و بانیش اون آقا بود، پسردایی، اسمش هم محمده. تیکه کلام مورد علاقتون از هم؟ ها چقدر اما ها این تیکه کلام جفتمون همین ها. این بیشتر به خاطر همون مشهدی بودن ما، یعنی این های به معنای آره. نه من زمانی که بین رفیقای اینا اومدم یه کلمه خیلی بینشون بود همین قضیه ها، و از یه تایم به بعد دیگه رو منم موند. آره ها. حالا این هایی که ما میگیم قضیه چیه؟ مثلا یه نفر میاد یه موضوعی رو میگه که قشنگ مشخصه داره دروغ میگه یا داره چوسی میاد، همون چوسی خودمون. بعد داشت مثلا داره اینجوری صحبت میکنه ما تاش میگیم ها. یعنی داری تو درست میگی، یعنی ما میدونیم داستان چیه ولی تو درست ولی همون که تو میگی. آره دیگه نوشته که اگه یک موقع سوء تفاهم یا یک اتفاقی افتاد برای اینکه رابطه پایدار بمونه. نه نوشته اگر یه اتفاق بینتون افتاد واسه اینکه رابطتون پایدار بمونه چی کار میکنید؟ خب ما کار نمی‌کنیم، من دعوا میکنم دایی ناصر میگه چشم. دقیقاً همین. تازه کتک هم میزنه. ها ولی کلا ما یه چیزی که داریم راجع به هر اتفاقی که بینمون میفته، یعنی قول دادیم که اصلا پین صفحه چتمونه. آره هر اتفاقی بیفته باید همون لحظه درست بشه. کسی حق فرار کردن نداره تا زمانی که حل بشه یا یکیمون کوتاه بیاد دیگه. اینجوریه. و یه چیزی هم که ما اصلا به مشکل با هم نمیخوریم اینه که همه چیزو با هم میگیم. یعنی اگر یک نفرم در کنار میاد به من چیزی میگه یا به دایی ناصر چیزی میگه، میدونه که اون به من میگه و من به اون میگم. برای همین معمولا چیزی پیش نمیاد که بخواد بینمون رو خراب کنه، چون از همه چی با خبری جفته. سوال بعد نوشته حالت خوبه؟ واقعا جواب بده. نه. با دلار 100 تومن کی حالش خوبه؟ نه. نوشته اگه دایی ناصر با زندایی ناصر قهر کنه، زندایی ناصر برای آشتی چه میکنه و برعکس؟ معمولا اونی که قهر میکنه منم که دایی ناصر میاد منت کشی چیه؟ نازشو چی شده؟ آره ها. بعد ولی اگه دایی ناصر قهر کنه من قهر میکنم بازم دایی ناصر میاد. بله کلا یه چیزی که بهتون بگم هیچ وقت با دخترها قهر نکن، چون یه کاری میکنه بعد تهش خودت بگی آره چیز خوردم پنیر.
تمومه دیگه. اولین دیت گفته کجا رفتیم؟ ما اولین دیتمون رفتیم یه کافی شاپ قهوه خوردیم و بعد اومدیم پیش دوستای آقا و قضیهشو بهتون گفتیم. آبروم رفت. آبروش رفت. آره. خب بچه‌ها سالمون تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. اگر دوست داشتین ویدیو پارت دیگه داشته باشه اول ویدیو هم گفتیم تو کامنت ها بهمون بگید. ما رو ساب کنین، ما خیلی کوچولو و گوگلیم. چی؟ خیلی دوستتون. خدافظ.